سال 2021 در شهر دوشنبه میان صاحبکاران تاجیک و اوکراین جلسه کمیسیون بین دولتی دو جانبه برگزار خواهد شد. این نکته 1 دکبر ضمن ملاقات رئیس ولایت ختلان قربان حکیمزاده با سفیر اوکراین در تاجیکستان واسیل سرواتیوک بیان گردید. در این باره به خبرنگاری اگنتی خبر از شعبه اطلاعاتی و تحلیلی دستگاه رئیس ولایت ختلان خبر دادند. سفیر اوکراین در تاجیکستان واسیل سرواتیوک ضمن ملاقات پیشنهاد خود را عاید به گسترش همکاری با تاجیکستان در مثال ولایت ختلان میان صاحبکاران، دسترسی تکنیکای حربی، تجهیزات برقی، اتوبوس، محصولات قنادی و رواج تجارت بیان داشت. همچنین از رشد انرژتیک در تاجیکستان گسترش بخشیدن همکاری در همه سمت‌ها اعتراف صاحب اختیاری و صاحب استقلالی اوکراین از جانب تاجیکستان اظهار امید و باوری نمود. موصوف ابراز داشت که من از پیشرفت شکوفایی تاجیکستان به خصوص شهر دوشنبه ملاقات و صحبت‌های سودمند با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با وجد آمده این مملکت آفتابی را در مناسبت‌های دو جانبه با اوکراین باز هم پیشرفته‌تر دیدن می‌خواهم. جانب‌ها ضمن ملاقات ابراز نمودند که سیاست درهای بازی تاجیکستان امکانی واقعی فراهم آورده است که 173 دولت دنیا با مملکت ما مناسبت‌های دیپلماتی به راه مانده به همکاری رشد تازه ببخشند. در این ردیف مناسبت تاجیکستان با دولت اوکراین در حال گسترش قرار دارد. قربان حکیمزاده ضمن ملاقات درباره ولایت ختلان تاریخ و تشکل و وضع امروزه آن معلومات داده خلق دوست و برادر اوکراین را به دیار آفتابی دعوت نمود. رئیس ولایت از دستگیری دولت اوکراین در سمت بنیاد انشاءات مهم اظهار قناعتمندی نموده خواهان گسترش منبع همکاری در همه سمت‌ها شد. در ملاقات جانب‌ها اینچنین در مورد مسائل‌های دیگری مربوط به توسعه همکاری آینده تبادل نظر کردند. بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه ده‌هفت ناحیه کوهستانی مسجد با اقدام صاحبکار فاروق امونوف بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 مورد بهره برداری قرار گرفت. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه به اگنتی خبر خبر دادند بنای نوی تعلیمی با تمام تجهیزات ضروری تامین گردانیده شده است. رئیس ناحیه کوهستانی مسجد خیرالله بابازاده ضمن افتتاح مؤسسه تعلیمی از سیاست معارف پرورانه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان یادآور شده به صاحبکار راهبری جمعیت دارای مسئولیت محدود راه سامان فاروق امونوف برای بنیاد بینای نو اظهار سپاس نمود. ده‌هفت یکی از دوردستترین دهه‌های ناحیه کوهستانی مسجد بوده در حدود جماعت دهاتی لنگر قرار دارد. بینای نو مؤسسه در اساس دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره بنیادکاری‌ها به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان ساخته شده برای علم آموزی خوانندگان شرایط مساعد فراهم آورده است. طور قبلا اطلاع دادیم تقسیم کتاب تاجیکان از شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستانی بدخشان آغاز گردید. در اساس سپارش اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد آموزش عمیق تاریخ پر افتخار خلق تاجیک شاه اثری اکادمیک باباجان غفورов کتاب تاجیکان چاپ گردیده تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی از نام سروری دولت به هر عائله مملکت تقدیم کرده می شود. این اقدام خردمندانه پیشوای ملت میانی اهل جامعه هماوازی گرم و جوشان به میان آورد. با اگنتی خبر در این باره مطالب زیادی وارد می‌گردند. از جمله معاون اولی دیرکتور نشریات ادیب حبیبه قربانова ضمن صحبت با خبرنگاری اگنتی خبر چنین اظهار نمود. مطابق دستور پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تا آغاز جشن 30 سالگی استقلال دولتی از حساب فوند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به چاپ رسانیدن کتاب تاجیکانی باباجان غفورov و به طور تحفه هدیه نمودن آن به ساکنان از نام راهبری دولت مایه افتخار و وصف مخصوص می باشد. اولین اقدام شایسته و بنیادی که تاکید و ذکرش باعث وصف مخصوص است این مورد بهره برداری قرار گرفتن کتابخانه ملی با شکل و نمای خاصه نیوگان در مرکز پایتختمان شهر دوشنبه می باشد. عملی نمایی چنین اقدام شایسته و قابل تحسین فرهنگی از جانب پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان دلیل افتخار از فرزندان نیکروی و صاحب فضل و روشن ضمیر این ملت کهن بنیاد بوده هر یک ما را وادار به آن می‌سازد که در شناخت و ارزش‌گذاری چنین دستاورد و ارزش‌های مؤثر دوران نوین ثابت قدم و استوار باشیم.
پس از ترکیش автомашини سفارت روسیه در پایتخت افغانستان کسی از کارمندان نمایندگی دیپلماتی نیازمند بستری شدن را در بیمارخانه نداشت. طور اگنتی خبر با استناد بر ریان نوستی خبر می‌دهد در این باره اتشه مطبوعاتی نمایندگی دیپلماتی روسیه در افغانستان نیکیتا ایشنکا اظهار کرده است. همزمان وی تصدیق کرد که با автомашини سفارت بر اثر این ترکیش خسارات نظررس رسانیده شده است. یادآور می‌شویم که автомашини سفارت روسیه در افغانستان روز 1 دکبر در کابل در نزدیکی بینای نمایندگی دیپلماتی روسیه توسط دستگاه ترکنده خودساخت ترکانیده شد. کارمندان سفارت که در داخل ماشین بودند ضربه سبک برداشتند. حالا به گفته ایشنکا حالت این حمله تروریستی معین کرده می شود. در عین زمان تفتیشات ادامه دارد که آیا حمله تروریستی علیه کارمندان دیپلماتی روسیه روانه شده بود یا نه، گفته است اتشه مطبوعات روسیه بر ریان نوستی.